جوادی باید صحبت کنن، راجع آقای تختی، پهلوانای دیگر. 57 سال آقای تختی به ما نیست، ولی جون دلم مردم میان اونجا عرض ادب میکنن. چرا آقای پروین؟ برای چی؟ برای که آقای تختی به غم مردم، به گرفتاری مردم همیشه شریک بود. زلزله بوئیزرا رو یادتون نره. اومد چی؟ اومد آبروشو گذاشت برای ملت. بعد چی؟ خدا این مقامش داد. امام حسین هم خدا انتخابش کرده. کرد خلقت اون خدای لم یزل نور جنابش، از میان دوستان خود کرد انتخابش. وعده سرداد شاه روز حسابش، هر که نوشد آب یاد دارد لبهای کبابش. امام حسین عزیز دردانه خدا گفت حسین شهره میان عرشیان است، حسین فخر همه افلاکیان است. ببین کجا اومدین، با کی دارین معامله میکنید؟ با کی دارین معامله میکنید؟ خدا رو قسم میدی به حق آقا امام حسین. خدایا ممنونیم امسال محرم رو دیدیم، بده انشالله ماه سفرم ببینیم. خدایا آرزوان داشت انشالله بین الحرمین عرض ادب بکنن، اون صلوات هی در خط کنن.